همچو مادر مهربانی هر یک انسان خواهر است، همدم و هم راز و هم سوزنده بر جان خواهر است. همچو مادر مهربانی هر یک انسان خواهر است، همدم و هم راز و هم سوزنده بر جان خواهر است. خواهرین در زندگانی گنجی نایاب است به ما، خواهرین در زندگانی گنجی نایاب است به ما. قیمت از این قیمت از آن قیمت از جان خواهر است. گرچه دارد خانه و کاشانه و فکری زیاد، لیک فکری دادری خیش دل پریشان خواهر است. گر خماری مادری گم کرده گیرد کس را، در دمی تنهایی بر دل همچو درمان خواهر است. گر خماری مادری گم کرده گیرد کس را، در دمی تنهایی بر دل همچو درمان خواهر است. در دورنجی او لیک نرنجد اوزی ما چون دل فروزان خواهر است. ما ندانیم گاه قدر و گاه در دورنجی او لیک نرنجد اوزی ما چون دل فروزان خواهر است. گاه از اغوای دنیا دور میگردیم زیوه، لیک در دل بحری ما دائم دعا خوان خواهر است. گاه از اغوای دنیا دور میگردیم زیوه، لیک در دل بحری ما دائم دعا خوان خواهر است. گاه از اغوای دنیا دور میگردیم زیوه، لیک در دل بحری ما دائم دعا خوان خواهر است. گاه از اغوای دنیا دور میگردیم زیوه، لیک در دل بحری ما دائم دعا خوان خواهر است. گاه از اغوای دنیا دور میگردیم زیوه، لیک اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان هیچ تلخی نیست بر دل تلختر از فراق دوستانی فرمودن. البته بار دیگر از نام امروزه صاحب جشن ها، از نام سلاله کلان داخیف ها، از نام مادر عزیز کتفیه خاله، از نام فرزندانشان دلدار آیتی عبدالصمدکه، سیار آیتی عبدالرفیقکه، زفرکه و کیلین پاشاها و همه شما عزیزان خوش آمدید میگوییم. امروز با حضور شمایان این بزم زیبا جشن امروزه یوبیله نگار آیتی 12 سالگی یاسمین بانو و همچنان 1 سالگی عبدالرحمن جان با یک درجه اعلی گذشته ایستاده است. حالا باشد برای تبریک کردن امروزه صاحب جشن ها پریوش بانو را میخواستیم به صحنه تکلیف کنیم و امروزه صاحب جشن ها را در این لحظه های خرسندی میخواهند تبریک گویند. مرحمت پریوش بانو شما را به صحنه تکلیف میکنیم. مرحمت. السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی، لطف فرمایید من از نام خودم و از نام اهل عائله‌ام عمه‌ام را و خواهرچه‌ام و دادرچه‌ام عبدالرحمن را با این جشن خرسندی‌شان تبریک و مبارکبادی می‌نمایم. یک تحفه ارزنده داریم می‌خواهیم به آنها سپاریم. نگار آیتی زاد روز مبارک باشد.
اعضام جری نازنینتان، اعضام پریوش بانا، شخصا اعضام خودشان در اینجا توفه ها هست برایتان تقدیم میکنن. مبارک باشد، زاد و رزق مبارک. مرحمت. برای امروز یاسمین بانو اولین مچل مبارک باشد. مبارک باشد. نگرانی تیز خیلی که سر و گفته گذاشتیم که امروز سورپریز ها زیاد است برای شما. باز یک کنویرت آمد و باز یک توفه ها آمد. میخواستم در زیر صوت و صدا آنها را به صحنه تکلیف کنم و بعد از شما پرسم از نام کی بودنش را. مرحمت. میخواستیم توفه ها را به صحنه تکلیف کنیم با سرود های دلاشو. مرحمت. از نام آن شخصیتی که کم اکثر آشکار کنیم، از نام آن شخصیتی که همراه شما در مسافرت هستند. شما نزدیکتر هستید با هم و حتی که همین دردی سر شما هم از شما نصیحت میپرسند و شما برای آن شخصیت نفری هستید که موتیواسیون میدید، یعنی که روح بلند میکنید و آنها را همیشه پاداش کرده در راستای خرسندیشان یا آنهاشان با ایستاده مصلحت های بی‌منت خودتان را میرسانید. کی باشد؟ البته از نام زلال آیتی صدقاً تبریک میگویم. بر همراه شدن از نام فیروز آیتی، شهر آیتی، ادیب آیتی ها ما قریب 3-4 روز باز همراهی زلال آیتی صحبت میکنیم. گفتن که حسین جان فهمیدم که تو در همون محفل در خدمت هستی. نگار آیتی به چقدر سخن گویم کم است. دوستی بهترین دوستان هر نوع دارند. دوستی جانی گفتم به یا یگان کس دوگانت کیست گفتم به هم خیلی پیش چشمم به میمادگی انسان انا همان صاحب جشن ما نگار آیتی هستم. من بسیار وقت اگر غمگین شوم یا زیق شوم یا یگان که مصلحت در کار شبکه تلفن کنم، اگر یگان مراتبه من به نه نگفته مصلحت های بی‌منت خودشان را رساندن و هر شب آمده از حال من خبر میگیرن. ما یک جای مصلحت کرده کار میکنیم و برایشان گوید که من ترک عشق و باده و ساغر نمیکنم، 100 بار توبه کردم دیگر نمیکنم، باغی بهشت و سایه توبی و قصری هور به خاک کوی دوست برابر نمیکنم. ای دوست، ای دوست، ای دوست، جبری تو از آن کشم که روی تو نکست، مردم گویند بهشت خوب است یا دوست، ای بیخبران آن بهشت با دوست نکست. نگار آیتی در این شعر گفته است که اگر انا همان سایه توبی یک درختی که در جنت است به دوست من با یگان اثر ندارد و میخواستم در انا همون جنت هم همراهی انا همین دوگانه باشم. گفته از نام زلال آیتی از نام خواهرانی که در مسافرت هستند شما را تبریک میگوییم و انا همین دستگل زیبا را میخواهیم برایتان تقدیم کنیم. زاد رزق مبارک. مرحبا. و همچنان کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن کریم است حاجیانه شده در سر همین فرزندان عزیزتان یاسمین بانو عبدالرحمن جان سلام سلامت گشتن برای شما نصیب کند. مبارک باشد. و البته در جشن زادروز شیرینی است. میخواستم یاسمین بانو و همچنان عبدالرحمن را هم بیارم به نزدیک مادر جان یک جای شیرینی را برن از آن تناول کنن. مرحبا نزدیکتر. خب یک جای شیرینی را قبول میکنیم از نام خواهر مسافرتان. مرحبا. مبارک باشد. بار دیگر زادروز را مبارکباد میگویم. دو دیده غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پر آب است و دیدار گسل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. تسکین دلی امیدوارم خواهر، حسن دل و فیض روزگارم خواهر. در دیده من محبت این دنیاست،
من یادی تو را به دیده دارم خواهم. بار دیگر زادروز مبارک نگارایی که بهوده نبوده است اینقدر خوبی ها، اینقدر نیکی ها، سر و پا مهر است و خوبی است. بگذار تا آدمی پیری مانند همین تطویه خاله پیر و بدولت شود و از روی پر از نور تا نور جوه کنده نکند. در مسافرت دعای نیک مادر سرپناهی شما باشد و خداوند کریم در پناهش مانند شما مسافران را در پناهش نگه دارد. زادروز مبارک 120 ساله شود و بعد از آن پیر شود. مبارک باشد. تشکر میگویم. مبارک باشد. امروز لحظه های خرسندی شادیانه است عزیزان. بزم زیباست. در این بزم زیبا البته رقص، سخن ارزنده و زیبنده است. ما باشد میخواستیم بار دیگر نوبت را به اهل هنر دهیم و هر یکی شما را به رقص تکلیف کنیم. یک جای رقص خرسندی کنیم. امروز بزم را با یک شکوه و شهامت بهترین سمرقندی برگزار کنیم. و البته جور کنید رباب را سوله تار بیرسد، جوره کشید جام را میل خمار میرسد. باز به گوشی آسمان حصه کند و هر چمن، باز به وقتی من و تو یار به یار میرسد. برای شما حافظ خوشاواز امشب ما مهراج هدف سرودهای بهترین را میسراید. همه خویش و تبار را به رقص تکلیف میکنیم. زادروز مبارک باشد. مرحبا. چرخ و فلکا مرا به چرخ آوردی، به چرخ آوردی. گلا بودم مرا به تخت آوردی. She